الو الو سلام علیکم. الو بله. سلام علیکم سلمان. علیکم سلام. درباره پارلمان گفتی که همه خیلی گوشت کردم. خب در پارلمان تاجیکستان یگان مردک کار نمیکنه و برادر عزیز او کیم بس؟ و همش ضعیفه. ضعیف یعنی بایبورای زن؟ درباره کنیش نه برای که درباره تخم گپ در پارلمان زوی او یک معرکه زنکو بعد یه برادر گوش کردم در بالای یعنی خونه شو برای خرد خروکه و همچنین بسیار شکر که خیلی خرکشی ویسو در این وای روزود میلیون توجیک در توجیکستان خش برای همین تنزیاتی میکشه. ای توکای همین تنیسته بی مردک باشه توجیکو خیلی توجیکو ما همین یک گب خفه نشانده التماس بی تاخیر برای باشه که خوب است. او به تحقیر دایده همین باور کنی در همین غلومی امختش دگیه و یکمش و دیمش که اگر همین تا بیستن غلام بیستن همین دوره پیش بایو کمغلا رو میبردن زنوش و خونوش کار میفهمیدن خودش و 10 مرده میکردن پودامون میکردن کار میفهمیدن. در تاجیکستان همین کار اساسا دیگه کنن که میشون میتونن بیای بخیزه به جنگ ننجول نوبود کنن در کار استیعفو برای اولادش یک انسانی خوبمونن آزادی باشن. تو که دیگه همینه سالم عقل فهمیدی ها این کار این کرده شده است که و تجربه من باور کنی که این همین خلق اساسا اون خونه هاشو گاهچه میگیره و تماشا می‌بینیم گاهچه بولدوزر میبره و اکسکواتر میبره و پاگروش میبره چپا میکنه و این خیلی کارا دوام دو زنکان و میخیزن سوسد و خیلی کوکنن بیچاره یگان همین در تاجیکستان راست گم رفتم یگان همین آدمی که کم ترک در همین دولت کار مینکو و او گپ زدن نمیشه و یکمش بله گپ زدن نمیشه و برای که چیرز ادنوا گفته که بز بسیار شدگی هایی بله و خدا هم دیگر فروشی را بس کنن بیاین آخه یک گریوان سر ببروره ای توجیک در همین روی دنیا ای توجیک پس نشیده پس موندیم پس شدگیم باور کنیم ای روزا دلم 100 پاره میشه ای بچه ها چکو کنیم خیلی همین خیزه مخیم مردیم همین خوب بکشن 1000 کس ما میکشن در 7 سالگه 7000 آدم میمره هر سال 2000 فقط در 7000 مهاجرت میبرد 2000 اوه 1000 رحمه در تو خب برادر ما قطع شد. الو بله سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم سلام. خیریتی 20 ورش از غلطی خب ما چی گفتن چی سرگاه میزنم ما خدم سینما افتاد زیاده قطعی نبیرم در یک قشلاق دوردست یک ولایتی بارونش یک قشلاق داریم خانه خیلی گرفتگیم سر دخترام هم آمه شهرونده نیم سیوه داره در اون ولایت دوردست اما در را گفتنیم در همین قشلاق جنگل نشون میتونم توزیسون در نشون میتونم که نگه در جنگل سویت ہے بله او روز همه سویت یک شب کم ترک نبود نبیرم میگه هیچ کمی کنیم که به سویتی را ما افتم ایزم بسیار پیچکا خیلی خانه پیچکا هست پنسیامو میتونم مینیمالی بس هر دیمون در توزیسون 30 سال سویت نمیتونم زندان در 20 minut آمده سوزکان رفتن ایام چیش میگو توبه کم همه 2 میلیون خلقی تاجیکستان در همه روسیه کار میکنه از اون جمله همون ملیسا و وینیا و همه ما آمده مرده شنیده پنسیه همه چی روسیه کدیستانه اونجا همه چی سخوی پایا که پنسیوش 65 ساله با خدمت که گشتن و یک دولت همی چقدر بله ما همی گفتنیم که خلق ما شهر کلوبی خدمت اساسی
همین وزی بعضی ها میگه کلوب دیگه اشکال نمونده مرا همه و همه هر تخم ترشید یکم کس نمونده تغییر نه که نه و بچه ها یوش برومیستن هستن نه که پالیتیکی سستن راستی گفت بله ما گفتنیم اساسی سبب های جنگ خیلی که میگن 92 نقیبای پیشنهادی 92 و 98 شد یکی ما یک شنویده سین بله 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 شنویده سین بله ما شما رو میشنویم ما هم یک برادر پالیتیکی داشتیم سال 92 قطعی شرط کردیم ما تو سال 2022 نمی امام رحمانه و یا معلمان با سواد بودن همه شای رایون مسکوسکی گفتن ای را دست همین سه چی میکنن میرم ما تو 2022 نمی آدمه مردن من که ما طرفداری امامی نبودم و یا طرفداری بودم برای ما هم امام محکم فقیر تنقید کرد ما گفتم ای آدم فقط گناه در کلای دیگه کس میدوزه خودش پرزیدنت های با امام میپرسه ای بیمایی میگه چرا جذیب کنی مرا یک سویت داده نمیتونه تعریف و رقص بازی کگشته بله خیلی بسیار چه ای خیلی خواب این همون نو بیدور شدیده من نو فهمیدم همی رسیدم من 24 فهمیدم این ای کیرا همیورا دور تویشون کم تلفن خیلی کم داره بعد اینکه نیست اکی همی پرداچور زیادتر کنه در همون تویشون بیدور شوه خلق بیدور شده از خیلی امروز خدا را شکر تمام حزب های مخالف برنامه های آنلاینی خودشون دارن یعنی که هر روز قریب برنامه است حرف میزنن صحبت میکنن این پیشروی از این خوب است برنامه ها هست مسئله ای که دوستا صحبت کردن یعنی که رحمانوف دیگر راهبر نیست من دیروز یک نوار نظر میکردم یک نفری که خب خیلی یک زحمت زیاد کشیده بود در تاریخ تاجیکستان بگیم خیلی مبارزه های زیادی برده بود وقتی خدردین اصلانوف وقتی من نظر کردم به مزار او جایی که او را خب به ورسی های گوناگون که به قتل به شهادت رساندن در یک بیابان نک صاحبی نداره یک نفری که زیر اعلامیه استقلالیت امضا گذاشت لااقل باید برای نسل امروزه و یک نفری الگو باشه یک نفری نمونه باشه خیلی زحمت کشید خیلی مبارزه ها بردن روشن فکرها بودن یک بیابان ده یک چهار دیواره کدام برادرش کدام فرزند ساخته است همونجا است اما مادرای اینو وقتی از دنیا میگذرن برادراشون میگذرن میبرن در بهترین قبرستان با همون سنگ های مرمری که از بدخشان کار کرده میشه در انگلیس برده ساز کرده میشه و میگذارن یک جای زیارتگاه و یک جای عبادتگاهش میکنن اما فرزندای بناموس و بهار این وطن خار هستند ذلیل هستند به آبرو هستند در بدر هستند این از سیاستی رحمانوف خب زنگ دیگه باشه بفرمایید الو سلام علیکم علیکم سلام سلام علیکم علیکم سلام همین دوست عزیز فقط هم مخلصه است هم تلفن کنم بار برید مخلصه رحمان سانوار در تلفن شو بیا همین شما مخلص رحمان باشه بفرمایید سلام علیکم یا بوریا با علیکم موجودان همین مسئله تخم قید کردن نفس بلند شده خب این سویز یا همش یک نمودی پروگرام برای یک نمودی برای شف همون بودجه خلق کم ترسیم چه مقصد زیاد کردن چه خیلی؟ مقصد سویت هم لیکشن روزانه مردم سویت شده نمیبرن خب مقصد سویت نمیستورن انا این تخمش میده در ضرر دارن سویت ضرر داره؟ میده تخم اکن تخم ده میده ضرر داره این سیاست دولت های برادر روی یا من فکر خلق هم اکنن که دولت هم من فکر کنم سویت ده میده این ضرر داره نه تخم ضرر داره پیش از همین صحبت برادر از همینجا هموطنای ما نویسیدن که یه دقیقه برادر هموطنان نویسیدن که یعنی که فرمت ویدیوتون خوب نیست دوستای عزیز همون یوتیوب وقتی داخل میشوین همون
یعنی کچ داره همون ویدیو. همون بالا را ببینید از طرف دست راست بدروین انتخاب بکنین 400 و چند 280 خب 720 انتخاب بکنین. فرمت ویدیو ما خوب از من در پیشم کامپیوتر است من نگاه دارم. ما مشکلی در فرمت ویدیو نداریم. مشکلی در تلفن های شما است که فرمت پایان قطعی تماشا دارین. بدروین از طرف دست راست یوتیوب همون سه تا نقطه از همون را بجخین بالاترین فرمت انتخاب بکنین ان شاء الله که نوار خوب میشه. خب بفرمایید. بعد یک تهمت دیگه در همین حق حکومت توجیهستان. خب میگن همین سویت روزانه میکشن. همین دروغ هم میگن. نمیکشن. نه وقت نمیکشن. نه میکشن. چطور نمیکشن؟ آخه میگی تهمت است. میگن همین روزانه میکشن. در همین جای ما شب هم میکشن. یعنی تهمت از در حق اون حکومت رحمانوف که فقط روزانه میکشن ها؟ اوه تهمت نکنم برادر یک جان بگم یه ما در شب میکشن. درست. سلامت باشی برادر. تشکر.